مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که یک راننده تاکسی را برای حرکت به سمت مقابل راه در نزد فروشگاه اشن به مهلت 5 شبانه روز حبس کردند. بنا به اطلاع رسمی سنه 28 مارس سال جاری از جانب کارمندان میلیس شهر دوشنبه، راننده اتومبیل تمغه کیا رقم‌های قید دولتیش 1815 ظریف فتح‌الله سال تولدش 1981 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فردوسی برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که ظریف فتح‌الله 28 مارس ساعت 13:45 دقیقه در کوچه دوستی خلقا در نزد فروشگاه اشن با ماشین خود به سمت مقابل راه حرکت نموده به قاعده ویرانکنی دغل حرکت در راه دست زده است. همزمان ایراد محافظان فروشگاه مذکور را نادیده گرفته با سخنان قبیح ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران و آسودگی شهروندان و اطرافیان را خللدار ساخته است. خبر می‌دهد میلیس پایتخت تاجیکستان وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیس پایتخت نسبت به ظریف فتح‌الله طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام می دعو باشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد.